دوست عزیز من، به کانال انگیزشکده خوش اومدی. در این کانال قراره کتاب‌های صوتی در زمینه خودباوری، موفقیت، خودشناسی و ثروت بشنوی. از اینکه ما رو سابسکرایب میکنی از تو ممنونیم. نتیجه میگیریم که اگر یک رفتار خیلی سخت باشد، نمیتوانید آن را انجام دهید و به صورت عادت در بیاید. اگر پاداشی که برای آن در نظر گرفته شده آنچنان تحریک کننده نباشد، پس انگیزه‌ای برای انجام دوباره آن نخواهید داشت. و می توان گفت که این 4 مرحله دائما و در طول کل زندگیتان به صورت یک چرخه همیشه در حال اتفاق افتادن هستند. و این 4 مرحله را می شود به 2 قسمت نیز تقسیم کرد: فاز مشکل و فاز راه حل. مشکل شامل نشانه و اشتیاق می شود و راه حل شامل پاداش و پاسخ. می توان به طور کلی گفت که هدف از هر عادت حل یک مشکل است و شما با ایجاد یک عادت در خود قصد حل کردن یک مشکل را دارید. و حتی می توان گفت که گاهی این مشکل به دست آوردن یک چیز خوب است که در نتیجه آن عادت نصیبتان می شود. ما هرگز به این دقت نمی کنیم که بعد از گذشت چندین سال و زمانی که ما وارد مرحله بزرگسالی می شویم، یک سری اعمال را به صورت عادت در حال انجام دادن هستیم. مثلا اینکه بعد از اینکه کارمان با توستر تمام شد، آن را از برق می کشیم. 4 قانونی که باعث تغییر رفتار و ایجاد عادت می شود. هر یک از قوانینی که قرار است برای شما شرح دهم همانند اهرامی هستند که باعث تغییر بر روی رفتار می شود. به وجود آمدن عادتهای خوب تقریباً آسان است. اما زمانی که در جایگاه بد و منفی قرار می گیرد، این کار بسیار سخت است و شاید غیر ممکن. خب برویم سراغ قانونها. قانون اول، نشانه. این قانون باعث می شود که شما یک عادت را آشکار کنید. قانون دوم که اشتیاق نام دارد، باعث می شود که شما یک عادت را برای خود جذاب در نظر بگیرید. قانون سوم یا پاسخ، باعث می شود که انجام عادت برای شما سهل و آسان شود. و قانون چهارم، پاداش، باعث می شود که عادت برای شما رضایت بخش شود. حالا اگر این قوانین را ما به صورت عکس در نظر بگیریم، می توانیم که یک عادت بد را از بین ببریم. در قانون اول یا نشانه، آن عادت را به جای آشکار کردن پنهان کنیم. در قانون دوم یا اشتیاق، عادت را به جای آنکه جذاب باشد برای خود زشت نشان دهیم. قانون سوم یا پاداش، انجام عادت را به جای آسان بودن سخت در نظر بگیریم. و قانون چهارم یا پاداش، عادت برای ما رضایت بخش نباشد. نمی شود گفت که این 4 چوب قانون برای همه عادتهای رفتاری انسان صدق می کند. اما می توانم بگویم که برای بیشتر آنها این چنین است. از ورزش تا سیاست گرفته تا هنر و پزشکی و مدیریت و غیره. آیا تا به حال شده که از خود بپرسید چرا کارهایی که با خود عهد می بندید را انجام نمی دهید؟ مثلا چرا وزن خود را کم نمی کنید؟ چرا سیگار کشیدن را کنار نمی گذارید؟ چرا پول پسنداز نمی کنید و چرا کسب و کار خود را شروع نمی کنید؟ پاسخ به همه این سوالات را می توان در چهارچوب همان 4 قانون پیدا کرد. در واقع می توان گفت که راه حل ایجاد یک عادت خوب و از بین بردن عادت بد این است که این قوانین را متناسب با ویژگی‌های خودتان درک کنید. هر هدفی که با طبیعت شما در تضاد باشد، در نهایت محکوم به از بین رفتن است. این سیستم زندگی ماست که عادتهای ما را به وجود می آورد. قانون اول، آن عادت را آشکار کنید. فصل 4. مغز انسان مانند یک ماشین است که دائما در حال پیشبینی کردن است. مغز اطلاعات اطراف ما را می گیرد و دائما آنها را رصد می کند و تجزیه و تحلیل می کند. زمانی که شما یک کار را به طور مرتب انجام می دهید، همانند رانندگی و یا پختن غذا، مغز شروع می کند و آن نشانه های مهم از آن کار را ذخیره و برای انجام آن در دفعات بعد دسته‌بندی می کند.
خیلی وقتها ما چیزهایی یاد میگیریم که نمیتوانیم راجع به آنها صحبت کنیم و این کار مغز ماست. ما مغز و بدن خود را دست کم میگیریم. مثلا اینکه ما به موهای خودمان دستور نمیدهیم که رشد کند یا به قلب ما نمیگوییم که بتپد و در این حال بدن شما همه این کارها را به صورت خودکار انجام میدهد. در واقع ما چیزی فراتر از آن چیزی که به صورت هوشیار بر آن نظارت داریم هستیم و آن همان ذهن ناخودآگاهمان است. مثلا حالت گرسنگی را در نظر بگیرید. شما برای اینکه گرسنه باشید و قصد داشته باشید چیزی بخورید، نیازی نیست که حتما یک بیسکویت جایی ببینید. بدن شما به خاطر ترشح هورمون‌ها و مواد شیمیایی اشتیاق به غذا خوردن را در شما ایجاد می‌کند. پس می‌توان گفت که از دیدگاه‌های خارق‌العاده در مورد عادت‌ها این است که لزوماً دیدن یک چیز که در اول در مورد آن صحبت کردیم که پس از ذخیره بعدها به کارمان می‌آید، به غیر از آن نیازی نیست که حتما ما یک نشانه ای را آگاهانه ببینیم تا یک عادت شروع شود. اینجاست که باید بگوییم عادتها می توانند خطرناک نیز باشند، چون همیشه تحت اراده ما نیستند و اگر در جایگاه درستی در ناخودآگاه قرار بگیرند، خیلی وقتها بدون هدایت ما شروع به کار می کنند. مثلا بعضی رفتارهای ناخودآگاه ما که به صورت عادت در آمده و در سیطره اراده ما نیستند، عادت این که شاید برخی از شما در هنگام خندیدن دستتان را جلوی دهانتان میگیرید و اگر دیگران این را به شما نگویند متوجه این کار نمیشوید. مثلا من داستان مردی را شنیدم که سالهای زیاد مربی نجات غریق بود. او به صورت ناخودآگاه عادت کرده بود که هر بچه‌ای را در حال دویدن می‌بیند فریاد بزند که ندو. حالا این بچه چه در استخر باشد و چه در جای دیگر. با گذشت بیشتر زمان باعث می‌شود آن نشانه‌هایی که باعث می‌شود عادت‌ها را بروز دهیم برای ما اصلاً قابل دیدن نباشد و بسیار عادی شود. مثلا رفتارهای ما روی میز آشپزخانه یا زمانی که گوشی در جیبمان است. واکنش ما نسبت به این نشانه‌ها رمزگذاری شده است و حتی شما نمی‌دانید که این عکس‌العمل از کجا دقیقاً می‌آید. پس این را بدانید که فرایند تغییر رفتار یک فرایند آگاهانه است. یعنی شما نسبت به عادت‌هایی که به صورت ناخودآگاه انجام می‌دهید، باید آگاهی کسب کنید و بدانید که دارید چه می‌کنید، وگرنه این عادت تغییر نخواهد کرد. به قول کارل یونگ، روانشناس سرشناس، زمانی که ناخودآگاه خود را به صورت خودآگاه تحت کنترل درآورید، آن زمان است که می‌توانید زندگی خود را تحت کنترل داشته باشید. کارت امتیازدهی به عادت‌ها. اگر ما یک رفتار را به صورت خودکار دائما انجام دهیم، احتمال اینکه کنترل بیشتری روی آن داشته باشیم بسیار کمتر است و برای اینکه درصد خطا در این موارد کمتر شود، باید شروع کنیم به کنترل آگاهانه کارهایمان. مثلا همسر من وقتی که در حال آماده شدن برای سفر رفتن هستیم، به صورت شفاهی مواردی را که معمولاً غیر آگاهانه آنها را مرتب می کند، با صدای بلند تکرار می کند تا روی آنها کنترل داشته باشد و چیزی را از خاطر نبرد. مثلا می گوید این از کلیدام، اینم از کیفم، عینکم هم که هست، شوهرم هم که هست و غیره. اگر ما یک کار را دائما به صورت ناخودآگاه تکرار کنیم و از خود نپرسیم که آیا این کار درست انجام شده و یا اصلا درست هست یا نه، احتمال آنکه بتوانیم به آن تسلط داشته باشیم و آن را تغییر دهیم بسیار کمتر است. در واقع ما برای زندگی شخصی خود نیاز به یک سیستم اشاره و اعلام داریم. استفاده از کارت امتیازی عادت‌ها در زندگی روزانه یک تمرین مؤثر است. برای این کار ابتدا عادت‌های روزانه خود را لیست کنید. مثلا بیدار شدن، قطع کردن صدای آلارم گوشی، چک کردن گوشی، رفتن به سرویس بهداشتی، وزن کردن خود، مسواک و غیره. بعد شروع کنید جلوی هر عادت یک علامت مثبت یا منفی بگذارید. که آیا مثلا فلان عادت خوب است یا بد یا خنثی.
البته علامت‌هایی که شما به عادت‌ها می‌دهید بستگی به شرایطتان دارد. مثلا اگر بخواهید وزن کم کنید، اینکه شما هر روز صبح نان بیگل با کره بادام زمینی بخورید عادت بدی است. پس نتیجه می‌گیریم که نمره دادن به عادت‌ها می‌تواند کمی سخت باشد. چرا که همه عادت‌ها، حتی عادت‌های منفی، به نوعی در خدمت ما هستند. اینطور میتوان گفت که عادتهای خوب در طولانی مدت نتایج مثبت دارند و عادتهای منفی در طولانی مدت نتایج منفی. مثلا سیگار کشیدن شاید به طور موقت باعث کاهش اضطراب شما شود، اما در طولانی مدت بر سلامتی شما اثر منفی دارد. برای اینکه شما یک عادت را ارزیابی کنید، باید از خود به صورت آگاهانه و غیر جانبدارانه سوال بپرسید. مثلا بپرسید آیا سیگار کشیدن با شخصیت من منافاتی ندارد؟ آیا بر علیه من نیست؟ بعد احتمالاً به این نتیجه می رسید که سیگار کشیدن باعث کاهش استرس و احساس آرامش در شما می شود. اما با دانشی که از قبل دارید، می‌دانید که سیگار کشیدن در دراز مدت باعث مبتلا شدن شما به سرطان ریه و نابود شدن کل زندگیتان می شود. آیا این را می خواهید؟ آن عادت‌هایی که باعث ایجاد هویتی که شما از خودتان انتظار دارید هستند، عادت‌های خوبند و عادت‌های منفی در تضاد با شخصیت مورد پسند شما هستند. در ابتدا فقط کارت امتیازی ایجاد کنید و نیازی نیست هیچ کاری را انجام دهید. نه رفتارتان را سرزنش، نه برای موفقیت‌هایتان خود را تحسین کنید. مثلا اگر در خوردن در حال زیاده روی کردن هستید، در کارت عادت بنویسید. گویا یک نفر دیگر در مورد شما می نویسد. بگویید اوه چقدر جالب که این همه غذا می خوره. پس اولین گام برای اینکه شما یک عادت بد را در خود تغییر دهید، آن است که آن عادت را کشف کنید. مثلا اگر می‌خواهید دیگر غذاهای غیر مناسب را نخورید و در این حال می‌بینید که در حال خوردن یک شیرینی هستید، با صدای بلند آن را بگویید. من این شیرینی را الان می‌خوام بخورم، اما نیازی به اون ندارم. خوردن اون برای من مضر و وزنمو بالا میبره. یا اینکه من می‌خوام این سیگار رو بکشم. اینجوری احساس آرامش پیدا می‌کنم. اما این کار برای من خطرناکه و در آینده باعث میشه سرطان بگیرم. اینکه شما در مورد عواقب عادت‌های بدتان با صدای بلند صحبت کنید، این اجازه را به شما می‌دهد که دوباره وارد روند قبلی نشوید. و حتی زمانی که شما می‌خواهید یک کار را انجام دهید و می‌خواهید آن را حتما به انجام برسانید، آن را با صدای بلند بگویید. من فردا بعد نهار میرم اداره پست. اینکه شما با صدای بلند این را بگویید، شانس انجام دادنش را افزایش می‌دهد. زیرا شما آن را تایید می‌کنید. پس فرایند تغییر رفتار به صورت آگاهانه انجام می‌شود. و یک سری کارها مانند اشاره کردن و اعلام کردن و همچنین دادن کارت امتیاز باعث می شود که تمرکز شما روی آن عادتها بیشتر و آنها را تشخیص دهید و در نهایت آن نشانه ها را تایید و بتوانید آنها را به نفع خود به پاسخ درآورید. فصل 5. بهترین راه حل برای ایجاد یک عادت جدید. یک سری نشانه ها وجود دارد که می تواند باعث ایجاد یک عادت جدید شود. از صدای زنگ خوردن گوشی در جیبتان تا بوی کیک شکلاتی و یا صدای آژیر آمبولانس متفاوت است. اما دو نشانه مهم زمان و مکان هستند. ما همیشه به خودمان می گوییم که می خواهم غذای سالم تری بخورم یا اینکه می خواهم بیشتر بنویسم. اما هرگز این را نمیگوییم که چه زمانی و کجا می‌خواهیم این کارها را بکنیم. ما در واقع آنها را به عهده شانس می‌گذاریم و این امید را داریم که یادمان بماند و این کارها را بکنیم. خیلی از مردم فکر می‌کنند برای انجام دادن کارهایی که مد نظرشان است، انگیزه لازم را ندارند. اما من به شما می‌گویم که آنها شفافیت لازم را ندارند. این که مشخص نمی کنند کی و کجا آن کار به خصوص را انجام خواهند داد. خیلی از مردم در تمام عمر خود منتظرند تا زمان و مکان مناسب برای بهبود شرایطشان ایجاد شود.
یک راه ساده برای اینکه شما عادتهایتان را به منصه ظهور برسانید این است که این عبارت را کامل کنید. من در فلان زمان، در فلان مکان این رفتار را به انجام خواهم رساند. مثلا با خود بگویید من ساعت 7 صبح به مدت 10 دقیقه و در آشپزخانه مراقبه می کنم. من در ساعت 6 بعد از ظهر 20 دقیقه در اتاق خواب زبان اسپانیایی می خوانم. مگر مطمئن نیستید که واقعاً چه زمانی این کارها را شروع می کنید، می توانید اول هفته یا اول ماه یا سال را در نظر بگیرید. این زمانها مواقعی هستند که احتمال اینکه شما یک کار را شروع کنید بیشتر می برند. وقتی شما در مورد خواسته های خود شفاف باشید، این به شما کمک می کند تا موانع را کنار بزنید و ذهن شما از موانع دور و به سمت هدفتان برود. وقتی خواسته های شما مشخص نباشد، شما مجبورید خواسته های کوچک را قبول و در تمام طول روز برای انجام ندادن کارهایتان در جهت رسیدن به اهدافتان توجیهات گوناگون بیاورید. دسته‌بندی عادت‌ها. یک برنامه ساده برای بازسازی عادت‌هایتان. آیا شده دقت کنید که زمانی که شما یک لباس جدید می‌خرید، بلافاصله به دنبال ست کردن کفش و گوشواره و یا چیزهایی که به آن مرتبط هست می‌شوید، یا یک کاناپه می‌خرید و ناگهان به خود می‌آیید و می‌بینید اسبابی که در اطراف آن نیاز هست را نیز تهیه می‌کنید. اینها در واقع یک سری فعالیت‌های زنجیره‌وار هستند. خیلی از رفتارهای انسان مانند یک چرخه عمل می‌کند. و اینکه شما تصمیم می‌گیرید یک کار را با اتمام کاری که الان انجام دادید شروع کنید. مثلا به سرویس بهداشتی می‌روید و این باعث می‌شود که در انتها دست‌هایتان را بشویید و خشک کنید. بعد می‌بینید که حوله کثیف است و باید آن را در لباسشویی بگذارید. متوجه می‌شوید مواد شوینده‌تان رو به اتمام است و باید آن را بخرید و غیره. وقتی که قصد دارید یک عادت جدید به وجود آورید، از این پیوستگی اعمال خود می توانید به نفع خود استفاده کنید. پس یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد یک عادت جدید، شناسایی عادت‌های قبلیتان است. به این میگویند دسته‌بندی عادت‌ها. یعنی به جای اینکه یک عادت جدید را در یک مکان و زمان خاص انجام دهید، آن را با عادات جدیدتان مرتبط کنید. مثلا اینکه من بعد از اینکه مثل هر روز برای خودم قهوه ریختم به مدت 10 دقیقه مراقبه می کنم. یا اینکه من بلافاصله بعد از اینکه کفش‌های خود را درآوردم لباس‌های ورزشیم را می پوشم و ورزش می کنم. نکته مهم این است که عادت دلخواهتان را به عادتی که هر روز انجام می دهید وصل کنید تا پس از مدتی مانند عادت قبلی به شکلی خودکار در شما ایجاد شود. می توان این چنین گفت که به طور کلی دسته‌بندی عادت‌ها باعث می شود تا یک سری قوانین ساده در شما ایجاد شود که باعث هدایت رفتار شما می شود. و اینکه شما می توانید عادت‌های خود را بس دهید تا هر زمان که مناسب باشد شما را راهنمایی کند. مثلا برای ورزش کردن از پله‌ها به جای آسانسور استفاده می کنم. یا برای مهارت‌های اجتماعی خودم وقتی که به یک مهمانی میروم خودم را به شخصی که نمیشناسم معرفی میکنم. یا عادت مالی. وقتی میخواهم چیزی را که قیمت آن بیشتر از $100 است بخرم 24 ساعت قبل از خرید کمی صبر میکنم. یا در مورد سالم غذا خوردن. در زمان غذا خوردن ابتدا با سبزیجات شروع میکنم. در واقع راز یک دسته عادت موفق این است که انتخاب نشانه درستی برای شروع داشته باشیم. برخلاف گزینه قبلی یعنی پیاده سازی که یک زمان و مکان خاص باعث یک رفتار به خصوص می شد. و حواستان باشد زمانی که می خواهید زمان و مکان خاصی را برای انجام یک عادت خوب برای خود در نظر بگیرید، ببینید که آیا در آن زمان کار دیگری اولویت شما نیست؟ مثلا اگر صبحها خیلی سرتان شلوغ است، این عادت را از پیش تعیین نکنید که قصد دارید صبحها مراقبه کنید. این کار باعث سرخوردگی در ایجاد آن عادت می شود و دستیابی به آن عادت انجام پذیر نخواهد بود.
یا اینکه حواستان باشد که نشانه شما هم باید چیز خوبی باشد. مثلا اینکه نشانه نباید فقط کاری باشد که شما دوشنبه ها انجام می دهید، در حالی که این عادت را هر روز باید انجام دهید. در واقع نوشتن لیست عادت‌هایی که در حال حاضر دارید، روش درستی برای دسته‌بندی عادت‌هایتان است. پس شما 2 ستون ایجاد می کنید. ستون اول، عادت‌هایی که هر روز انجام می دهید. مانند از تخت بیرون آمدن، دوش گرفتن، مسواک زدن، لباس پوشیدن و غیره. در ستون دوم، چیزهایی که هر روز برای شما اتفاق می افتد. مانند اینکه خورشید طلوع می کند، یک پیام برای شما ارسال می شود، یک آهنگ را گوش می کنید، خورشید غروب می کند و غیره. وقتی شما این 2 لیست را بنویسید، می توانید بهترین مکان و زمان را برای ایجاد عادتهای جدیدتان پیدا کنید. سعی کنید نشانه هایی را انتخاب کنید که بسیار مشخص باشند. بعضی از افراد از نشانه های مبهم استفاده می کنند. مثلا اینکه خود من هم یک بار این اشتباه را کردم. نوشته بودم در زمان استراحت نهار در حرکت شنا می روم. شاید در اول خیلی خوب و منطقی به نظر رسد، اما بعد با خود گفتم آیا من این حرکت را باید قبل نهار انجام دهم؟ بعد نهار کجا باید انجام دهم؟ همیشه دقیق و واضح باشید. هرچه شما دقیق تر و محکم تر عادت جدیدتان را با زمان و مکان مشخص تر بنویسید، احتمال آنکه به آن پایبند باشید بسیار بیشتر است. فصل 6. انگیزه چندان مهم نیست. محیط مهمتر است. اگر روی میز اداره شما همیشه پر از دونات و خوراکی‌های دیگر باشد، آیا می توانید جلوی خود را بگیرید؟ اینجاست که عادت‌های شما بستگی بسیار زیادی به محیطی که در آن قرار دارید دارد. در واقع محیط مانند یک دست نامرئی شما را مجبور به انجام بیشتر کارها می کند. مثلا فروشنده ها برای اینکه بتوانند اقلام گران قیمت خود را به شما بفروشند، سعی می کنند آنها را در دسترس شما قرار دهند تا راحت‌تر بتوانید به آنها دسترسی داشته باشید. اما اقلام ارزانتر را در قفسه‌های بالاتر و دور از دسترس شما می گذارند. پس می توان گفت که خیلی از انتخاب‌های ما در طول روز به دلیل هدفدار بودن و یا گزینشی انتخاب کردن ما نیست، بلکه به دلیل در چشم بودن و واضح‌تر بودن آنهاست. ما انسان‌ها از طریق اعصاب حسی‌مان که شامل بویایی، چشایی و غیره هست، در حال ارتباط با جهان اطرافمان هستیم. اما حس بعضی از محرک‌های دیگر به صورت آگاهانه و با احساس نیست، بلکه به صورت بسیار ناخودآگاه اتفاق می‌افتد. گیرنده‌های موجود در بدن شما طیف وسیعی را شامل می‌شوند. مثلا شما متوجه کاهش دماغ قبل از وقوع طوفان میشوید، یا اینکه متوجه افت قند خون و یا احساس نیاز به نوشیدن آب را در خود احساس می کنید. اما بیشترین توانایی درک انسان مربوط می شود به بینایی انسان. ما بیش از هر حس دیگری به دیدن وابسته هستیم. اینجاست که شما متوجه می شوید که زندگی کردن و همچنین کار کردن در یک محیطی که بدون از نشانه‌های منفی است چقدر روی زندگی و عادت‌های شما تأثیر مثبت دارد. و خبر خوب این است که نیازی نیست که شما قربانی شرایط شوید. شما خودتان می توانید محیط را به نفع خود تغییر دهید. چطور محیطمان را برای موفقیت تغییر دهیم؟ در واقع ما گفتیم که هر عادت با یک نشانه شروع می شود و نشانه‌های برجسته برای ما بیشتر حائز اهمیت است. محیطی که ما در آن زندگی می کنیم باعث می شود تا خیلی از کارهای مثبتی که می خواهیم را انجام ندهیم. مثلا زمانی که شما گیتار را درون کمد گذاشته اید و در آن را بسته اید، چطور توقع دارید که هر روز به سراغ تمرین گیتار بروید؟ یا اگر قفسه کتابتان در جایی باشد که کمتر چشم شما به آن می‌خورد، آیا نادیده گرفتن کتاب‌ها راحت نیست؟ اما اگر می‌خواهید مثلا یادتان نرود که هر شب قرص‌هایتان را بخورید، اگر آنها را در کنار شیر آب روشویی قرار دهید، قطعاً دیگر یادتان نخواهد رفت.
پس اگر شما می‌خواهید یک عادت را در خود به وجود آورید، آن نشانه را در محیطتان برجسته کنید. از این استراتژی می‌توانید برای ایجاد عادت‌های خوب در زندگیتان استفاده کنید. کافی است که نشانه‌های کوچکی از آن عادت را در محیط زندگی و کارتان قرار دهید. با قرار گرفتن این نشانه‌ها در جلوی چشمانتان، شانس انجام آن و تکرار آن بیشتر خواهد شد. بیشتر مردم خود را قربانی محیطی که در آن قرار گرفته‌اند می‌دانند و برای سالها محیط خود را دستخوش تغییر نمی‌کنند. اما این را بدانید که شما هستید که به محیط خود مسلطید و نه محیط بر شما. پس آن را آنطور که دلتان می‌خواهد تغییر دهید. ما بیشتر وقتها عادت‌هایمان را به محیط‌هایی که قرار است در آن انجام شوند نسبت می‌دهیم. مانند خانه، دفتر، باشگاه ورزشی و غیره. شما حتی باید با اشیای روی میزتان هم ارتباط بگیرید و هر کدام از آنها را نشانه‌ای برای یک عادت بدانید. یک خبر خوب. شما می توانید یک مکان خاص را به یک عادت خاص ارتباط دهید. مثلا اتاق خواب برای کسانی که نمی توانند بخوابند باید عادت خواب را زنده کند. و به گفته روانشناسان اگر شبی دچار بیخوابی شدید به اتاق دیگری بروید تا کاملا احساس خستگی کنید و بعد به خواب بروید. بعد دوباره به اتاق خواب برگردید تا به خواب بروید. با گذشت زمان این ارتباط بین خوابیدن و تخت خوابتان ایجاد می شود و به محض اینکه روی تخت خواب قرار می گیرید به خواب می روید. آشکار شدن عادتها را برای ما آسانتر می کند به شرطی که شما یک ارتباط خوب بین آنها ایجاد کنید. اگر شما هر شب در اتاق خوابتان تلویزیون تماشا کنید، احتمالاً نمی توانید زود بخوابید. اگر همیشه در اتاق خوابتان عادت به بازی ویدیویی دارید، احتمالاً نتوانید در آن اتاق درس بخوانید. آیا دلتان می خواهد که عادات سالم غذایی پیدا کنید؟ پس به جای اینکه همیشه از سوپرمارکت قبلی خرید کنید، به یک فروشگاه جدید بروید تا بتوانید اقلام جدید و سالم بردارید. پس بنابراین میتوان گفت تغییر محیطی که شما در آن نسبت به یک سری عادتهای منفی شرطی شدید، بزرگترین عامل در شکلگیری عادتهای مثبت است. یک معتاد را در نظر بگیرید. او در خانه و یا در کنار دوستش به اعتیاد مبتلا شده است. حال به کمپ ترک اعتیاد می رود و در آنجا چون نشانه ها وجود ندارد اعتیاد را ترک می کند. اما وقتی دوباره به خانه باز می گردد و نشانه های قبل را می بیند یا بین دوستان خود قرار می گیرد دوباره به مصرف مواد روی می آورد. این که فکر کنید بعضی افراد خودکنترلی بیشتری نسبت به دیگران دارند و می توانند در مقابل وسوسه ها تحمل کنند امری اشتباه است. در واقع این افراد سعی می کنند خود را در محیط‌هایی قرار ندهند که باعث تحریک آنها به سمت آن عادت اشتباه شود، مثل اعتیاد و یا پرخوری. ممنونم که تا انتها با ما همراه بودی. برای شنیدن کتاب‌های صوتی انگیزشی بیشتر، کانال ما رو سابسکرایب کن و نظرات ارزشمند تو برامون کامنت کن. تا کتاب بعد، خدا نگهدار.